تو این ویدیو قصد داریم که به درمان خانگی یبوست بپردازیم. هلو گایز، چطوری دوستان؟ امروز قصد داریم که با هم به 10 تا از مواد غذایی که میتونه برای یبوستمون خیلی خوب باشه و بتونیم که این مشکل رو برطرف بکنیم به اونها میپردازیم و سعی میکنیم که دونه بدون اونها رو بررسی بکنیم. مطالبی که داخل این ویدیو گفته میشه همش بر اساس مقاله هایی هستش که توی دنیا چاپ شده و میتونه که برای یبوست شما کمک بکنه که بتونیم که این مشکل رو خیلی سریعتر و بهتر رفع بکنیم. اولین مورد آبه. مصرف مقدار کافی آب در طول شبانه روز میتونه که باعث نرم شدن مدفوع بشه و توصیه میشه که روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید. دومین مورد مصرف میوه هاست. میوه های مثل هلو، آلو، خرما، سیب به دلیل حاوی فیبر قابل محلول در آب میتونه که باعث رفع یبوست بشه و برای یبوستتون موثر باشه.